بچه خوش اومدید به این ویدیو. من امیررضا هستم. اومدیم با بازی تاکسی 2، یه دونه از بازی‌های باحال و خوب اومدیم بازیش کنیم. بچه اگه بازی صدا نداره به خاطر اینکه من صداشو قطع کردم، چون که سر و صدا میکنه، خیلی زیاد حرف میزنه این رانندش، به خاطر همین صداشو قطع کردم. بچه لایکمون کنید. ویدیو کوتاه هم گذاشتم، ویدیو کوتاه زیاد گذاشتم، برید ویدیو کوتاه حتما نگاه کنید. ویدیو کوتاه باحالی ان، برید حتما نگاهشون کنید. بچه تاکسی 2 هم بازی‌های باحالی ان، بازی باحالیه کلا، ولی حیف که یکم چی بگم سخته بازیش. گوشید اگه لگ کنه، ترمزش نگیره، کارت ساخته است. چون ماشین و اینا زیاد داره، مسافر هم میخوای سوار کنی باید وایسی تا سوار شن. اینجا هم بچه پایین سرعتتون رو زده. بچه اینجا هم سبز میشه مسافر میخواد پیاده شه، نتش بریم هم با اون پیاده میشه دیگه. بوش کنیم بریم برش کن. بچه موی و اینا هم داره این بازی، موی اینا زیاد داره. این علامت هایی هم که اینجا میگه مثلا بوق نزنید تو این منطقه، اینجوری میشه دیگه. مثلا تو این منطقه بوق نزنید، ولی جریمتون میکنه. از پلیس هم بخواید فرار کنید، موی بکشید جلو پلیس فرار کنید، 1000 تا جریمه میشید. از این آمبولانس هم، از این خط هم باید فرار کنید، آمبولانسه. خیلی سخته فرار کردن ازش بعضی موقع. بازیه که بلد باشی راحته برات دیگه. حالا برسونیم مسافران. مودش هم بچه اومده، ولی خب مودش یکم دردسر داره نصب کردنش. نگاه کن بچه الان پارک ممنوع، ولی خب مسافرم اینجا میخواست پیاده شه، باید وای میستادم. 200 هم جریمه هم کرد. شانس هم اندازه پول این نفری که بردم و همون قدم جریمه کرد. نمیره بچه. اینجا جور خالی دست اندازی هم برای اینه که شما مثلا رو دست اندازی ها رد چید. اگر از رو دست اندازی ها رد چید، ماشینتون خراب میشه، مثلا سالم نمیمونه. به پلیس هم بزنید هیچ اتفاقی نمیفته، فقط ماشین خودتون سالم میمونه. اینجا مگه پرش داره؟ اکیل تا حالا اینجا پرش میذارم. یک مسافر جا پیاده شد. خب یه ذره دیگه پول جمع کنیم و چی بریم ماشین تعمیرش کنیم و باحالش کنیم. چرا قرمزش زیاده، طولم میکشه سبز شه. خب یه دونه مسافرمونم برسونیم و بریم. خب بریم بچه ها داخل فروشگاهش. راننده، آیتم های ویژه، اینا چی هن؟ نه آهن، بوق، این بوق هم میذارم. راننده، خرید ماشین، ماشین های من دیگه. نمیشه رینگ و اینو بندازید؟ چرا نمیشه رینگ بندازید؟ خب بذارید اینجا هم نگاه کنیم ببینیم قیمت چه خبره. قیمت هم جواله. خب بچه ها ممنون که تا اینجا ویدیو دید. لایکمون کنید، چنلمون هم سابسکرایب کنید. بچه بازی های این بازی خوبه، حتما نصبش کنید. حالا مودش رو میخواید نصب کنید یا مودش رو نمیخواید نصب کنید، نصب نکنید، ولی خب خوبه، از نظر من خوبه. خدا نگهدار.